جان مبارک شود. بسیار یک غلبه دشوار و سنگین که حتی ما هم انتظار شاید نبودیم بعد اون که شما حساب رو موندید که برابر کنید. بله این غلبه رو با تمام مردم تویستان میبخشیم. این یک فکر میکنم یک تحفه خیلی پرارزش میباشد. ما در خیلی غمگین شدیم که در فکر میکنم 93 دقیقه یا 94 دقیقه بله ما باوری داشتیم، همه بچه‌ها از خود 100% باوری داشتیم که ما باید این بازی رو غلبه کنیم و تشکر زیاد با دروازه‌بانمون خیلی خوب است. رستم یتیم فکر میکنم یکی از بهترین ها دروازه‌بان آسیا میباشد. مخلصان هم آماده بودن. بله مخلصان فکر میکنم که ما در تاجیکستان بازی کردیم. مخلصان که از تاجیکستان آمدن، فکر میکنم باز برادران افغانستان هم آمدن، برادران از ازبکستان آمدن. با همه اونا تشکر زیاد میگیم و حرکت میکنیم که بازی دیگر که یک چهار فینال میباشد در آنجا نیز خوب اشتراک کنیم و یک غلبه کنیم، باز یک تاریخ دیگر سازیم. تشکر. اما ما میتونستیم با حساب 4-0 در وقت بازی ما امکانیت داشتیم، اما علیشیر جان نتوانست. چرا؟ این فوتبال است. 4-0 نیز غلبه است، 1-0 نیز غلبه است. بله علیشیر یکی از بهترین فوتبالبازان تاجیکستان میباشد. فکر میکنم بازی آینده گل میزنه. اول سلام علیکم به همه. اول مینداری خود را با تمامی که هوادارانی که مخلصانی که ما را آمدن اینجا تنها نگذاشته آمدن ما را دستگیری کردن، باوری کردن و ما هم خیلی از حرکت کردیم که از باوریشون برآمده بازی خوب نشان دهیم و ان شاءالله که بازی آینده هم باز از این باوری کنند و مثلا باز مخلصان زیادتر باز بیان ما رو دستگیری کنن. ان شاءالله ما میتونیم. شما غافلان همون رو چپ پشت دید؟ آره من نه خودم پشتم. چی معنی دارد؟ نمیتونم. خب به هر حال بسیار موقعیت خوب داشتیم که با حساب 1-0 بازی رو به انجام رسوندیم، اما کار رو مشکل کردیم. این فوتبال از همه میدونن که تیم خیلی خوب بازی کرد تا دقیقه 96 97 دقیقه 100 هم ما 1-0 پیش بودیم و فوتبال است و هر وقت شدنش ممکن که بازی عوض شد دیگر شد.